جهانساز و جهان‌آرای ایزن، ستون گنبد مینای ایزن، نه تنها قلعه دلهای ایزن، تو حتی قلعه دنیای ایزن. السلام علیکم تماشابینان عزیز، بینندگان محترم. برنامه نوبتی ادبی، موسیقی، مدنی، معرفی ایدانه شام سمرقند را آغاز میکنیم. من امروز در استودیوی ما اعضایان محله های پیشصف ولایت سمرقند جمع آمدند. در یک جانب ورزش دختران هستند، در جانب دیگر اویله های نمونوی محله های سمرقند و در جانب سوم باشد استادان درگاه های عالی و عموما مردان آبرومند سمرقند جمع آمدند تا که شمایان مادران عزیز، زنها، دختران را با جشن عید بانوان، عید بهار، گل و سه‌برگه و ریحان تبریک کنند. اینک ما برنامه را آغاز میکنیم. در اول بیایید ما نوبت را به دایره دستان انسامبل ضرب‌های سوغدیانه دهیم. اینک بیایید میشنویم با راهبری اصل‌الدین سراجف. رحمت، تشکر. برنامه امروزه ما دوام دارد. ما امروز از محله توتزار و باز از یک محله های فعالترین سمرقند دو اویله های پیشقدم را تکلیف نمودیم تا که بین همدیگر گویا که یک مسابقه کنند. مسابقه چگونه؟ مسابقه یک جای با آنها با شوهرهایشان آمدن با اعضایان اویله. امروز ما میبینیم که مردها در پهلوی زنها چگونه رفتار میکنند. آیا آنها میتوانند که کارهای زنها را در اویله عملی کنند؟ مثلا تیار کردن یک وقت خوراک یا اینکه سالاد، خورش ها، یا اینکه یک تبریکاتی عالی جناب باشد، یا اینکه ما تیار کردیم اگر خردترکان باشند هنگامی نبودن مادر پسرها چگونه همون بچه ها رو میتوانند که برای اینکه گریه از گریه باز ماند نگه دارن. من همین گونه دو سه تا شرط داریم ما در برنامه امروزه. بیایید ما حاضر انا همین برنامه رو آغاز میکنیم. السلام علیکم. من در اولا بار من میخواستم که همه شما زنان و دختران را با آمده ایستادگی بایرم 8 مارت کدومی که این در عرفه نوروز بایرم اولین بیاد همتون رو تبریک نبوده. در آینده به شما اولا بار صحت سلامتی کارهاتون و کامیابی‌های کلان آرزومندم. در اینجا یک قطار ورزشکاران دختران ما که تکلیف کرده شدند، اینها در مسابقه‌های جمهوری، مسابقه‌های آسیا، مسابقه‌های جهانی بسیار به موفقیت‌های کلان صاحب شدند. یک قطار دختران ما که حاضر در اینجا نیستند و من میخواستم که با موفقیت‌های اینها شناس نمایم. دخترانی که ما در بطون روی جهان نام سمرقند ما را، نام ازبکستان ما را مشهور کرده ایستادند. از اینها نادره گولووا که در شهر نریتا ژاپنیا در مسابقه جهانی جای سوم را اشغال کرده بود از سامبو. جهانا ترکمانووا همینطور در شهر ریگا چمپیون جهان بودگی نام به صاحب شده آمد. بسیار دخترها روز از روز، سال از سال دخترای ماهان در مسابقه های جمهوری، مسابقه های جهانی بسیار موفقیت کلان به صاحب شده آمدیم. من فکر میکنم که این اولا بار از طرف رهبریت مملکت ما، یکوبین پرزیدنت ما محترم کریموف اسلام عبدالغنیش که برای ورزش، ترقیات ورزش بچگان، برای ترقیات ورزش در مملکت ما کارهای کلان کرده بودند. من نتیجه های همین حساب میکنم.
hozir دخترای خواهمون باز با موفقیت‌های خودشون شناس میکنن. Maktabimizga 1200 ta sportchi shug'ullanadigan bo'lsa, shundan 200 dan ziyod mana shu qizlarimiz bizga shug'ullanadi. Shu maktabimizda 12 ta sport turi bo'lib, mana shunda biz bilamizki, mana shu sambo, milliy kurash, judo, karate, taekvondoda shu qizlarimiz faol o'zlarini natijalarini ko'rsatib, Samarqand obligi, qolaversa O'zbekistonimizni bayroqlarini chet ellarda bilan ko'tarib kelyapti. O'zi 5 ta bazamiz bor shaharning ichiga. Shu hamma markazlarga joylashgan, mana Sattepa maskanda joylashgan, Panjob maskanda, mana qolaversa shaharimizda mana boks saroyimiz bor. Barchasi mana shu o'g'il qizlarimiz kelib, o'zlarini o'sha sportga ishtiyoq bo'lgan qizlarimiz marhamat kelib, trenirovka qilishlari mumkin. Onalarimizni, opalar qizlarimizni hammalaringizni mana shu keladigan 8-mart bilan tabriklaymiz. Sizlarga uzoq umr, sihat, salomatlik. Hech qachon bu kam bo'lmaylar. Mana shunday bayramlarimiz yana ham bir ko'payaversin. Elimizga, yurtimizga biz xizmat qila olamiz. Rahmat aytib. Rahmat. دوستان عزیز، ما تورید البارو قیدم بودیم. امروز ما از دو محله پیشقدمی سمرقند اویله های نمونوی رو تکلیف نموده ایم که آنها بین همدیگر گویا که قوا آزمایی میکنن و در این کار ما البته کوشش کردیم که مردها پیشصف باشند، چون که همیشه در همه کار زنها پیشصف هستند، همه کار رو اجرا میکنن، به همه کار وقت میرسد، ولی که مردها بسیار وقت زنها رو سرزنش میکنن که به این کار دست نرسید، به اون کار دست نرسید گویند. بیاید ما حال و حاضر عیناً از خود مردها پرسان میشویم که آنها در کار اویله چگونه هستند و در اول چگونه آنها سخنهای یک اولی جناب، سخنهای بی تکرار، سخنهای خوب را میتوانند بگویند نسبت زن، بانوان و دختران. از یکی از محله های پیشقدمی سمرقند، محله توتزار که در استودیوی ما امروز یک گروه زنهای بسیار هم زیبا فعال نشستن ما تکلیف کردیم و از نام همین محله توتزاری سمرقند ما اویله پیشقدم با رهبری منصور عظمت و معظمه انوروها را تکلیف کردیم و از محله اشور محمد در اون طرف نشستن حیدر و مدینه احمد جان یار محمدов همراه فرزندانشون مهرافروز و نعمت جان. ما در اول حاضر بیایید با مردها با سردارهای همین اویله مراجعت کنیم تا که آنها یک تبریکات های اوریجینالی گویند و از شمایان مردهای عزیز خواهش میکنیم کنی گوش کنید کنی کدام اویله بهتر. اینک بیایید ما در مد اول نوبت را با احمد جان یار محمدov دهیم کنی چگونه سخنهای تبریکاتی میتوانند بگویند به همسر عزیزشان. مرحمت. السلام علیکم مادران مهربان. السلام علیکم استادان. من تبریک استادان با خوش شدگی حالت تمام مادران رو تبریک میکنم. چطوری میگن زیر پای مادران جنت بوده. اما وقت سری فرزندان با سری مهم با ساق سلامت گشتگیتون طرفدارشman. Rahmatim bo'ldi. Sizlarni kirib kelayotgan 8-mart bayramlaringiz bilan tabriklayman. Iloyim sog' salomat bo'lingizlar. Hamisha salomat bo'linglar. Rahmat, rahmat. Onajonim, mehribonim, men Gulbulton, siz bog'bonim. Ko'zim ochib sizni ko'rdim, siz tufayli inson bo'ldim. آفرین. اکنون باشد ما نوبت را به شرط دوم میدهیم. شرط دوممان از همین عبارت است که من دو اویله از اویله توتزار و اشور محمد باید که در حضور شمایان دو خیل یک خورش یا که یگان خیل یک طعام را تیار کنند، لیکن بسیارتر در اینجا حصه مردها در کار erkaklarni rolini ko'rishimiz kerak.
демак мансурҷон аҳмадҷон корҳои занона он қадар осон набудааст, камтар душворми? тасаввур мекунем ки мардҳо дар хона якка монданд ва вақте ки занҳояшон дар магазин дар мағоза онҳо бояд чӣ кунанд бачачаҳоро печонанд. мана ин духтарча ба шумо, ин бо якта писарча шумо ба. alo baho Mansurjonga hali farzand ko'rmay turib mana shunday chiroyli bolani yo'rgaklaganingiz uchun tashakkur. Ikkinchi qatnashchi? Yo'q, yaxshi o'ragan. Aha. Balalida u kishi. Balalida o'xshaganda. شرط اول تبریکات مردانه بود، اما از صمیم دل گفته شد. هر دو هم از صمیم دل گفتن، بنابراین هم به هر دو هم بهای 5 گذاشته شد. و شرط دوم تیار کردن غذا بود. ما همراه من اینجا اهل حکم طعم هر دو این غذا را دیدیم که هر دو هم خیلی خوشمزه با یک مهارت بلند اجرا کردیم. ما نظارت کردیم. با ما معقولش اون بود که هر دو کلین ها بارها یک کمک هم کرده ایستادند. چون که به کمک زن این چیزها خوب با مزه نمی شود. بنابراین هم هر دو اش را ما با بهای 5 بها دادیم. و نهایت سیوم آزمون نهایت مشکل بود. چندان برای مرد کار آسان نبود این چیز. اما با وجود آن هر دو هم منصور جان و هم احمد جان از عهده این کار برآمدند، چون که کار دیده های زندگی انا زن های کار دیده اون را آزمودند، دیدند و بها دادند و گفتند که هر دو هم خیلی خوب آزمون را اجرا کردن، این شرط رو اجرا کردن. بنابراین هم آنها 5 گفتن، ما هم راضی شدیم به این چیز. 5 و جمع به هر دو 15 بلی معقول دانستیم گذاشتن رو برابر. من هم با تبریک‌های جعفر جان همراه شده تمام مادران و بانوان سمرقند و ازبکستان را با این روزی فرخنده جشن 8 مرد تبریک و تهنیت گفته برایشان تمام خوشی‌های زندگی را تمنا دارم. برحق من در اینجا جعفر جان ذکر کردم. عالم زن خیلی بزرگ است. بغیر از مادر بودن او در تمام فعالیت زندگی سر و کار دارد. من که به واسطه در دانشگاه دولتی سمرقند درس میدم، استادم و با علم مشغولم، میخواستم درباره عالمه هایی که برابر مردها زحمت علم را کشیده در ساحه های مختلف کشفیات ها میبرند و نامزد شدند، دکتر شدند و فخری سمرقند و ازبکستان شدند. من با فخر میتوانم نامی مثلا پروفسور کبریا حسنова که امروز مدیر کافدری پداگوژیک دانشگاه دولتی سمرقند هستند، یا که دلبر عالمova را میتوانم با فخر گویم که امروز آن که از دکانی فاکولته فیلولوژی روس میباشند، یا که من گلبهار عطایeva که از مدیر کافدری زبان انگلیسی. بغیر از این یک مرحبا استم و که چندین جوان ها رو تربیت کرده به کمال رسوندن و امروز شاگردان اون کس در دانشگاه دولتی سمرقند در تمام همان مکتب های جمهوری و بیرون از مرز آن درس میگویند از زبان و دیگر نامزدی فن های فیلولوژی انا زلفیه یونس‌زاده رو میتوانم با فخر بگویم که امروز اون کس در دکترانتوری دانشگاه دولتی سمرقند تحقیقات علمی برند
خدا خواهد نصیب باشد دکتر میشوند دکتری فن میشوند و دیگر دلشاده حضرت قلیان که از تعلق هستند اون کس هم بغیر از شاعری نامزد فن فیولوژی هستند و شاگردان از نزدیکی‌های علمی ادبیات درس میگویند و چندین شاگردها رو تربیت کرده ایستادند. آن صورت خان خوجایی را من میتونم با فخر بگم که اون کس چندین سال در دانشگاه دولتی سمرقند در فاکولته فیولوژی تاجیک جانشین دکان هستند و کارهای تربیوی رو میبرند. شماره این گونه زنها در سمرقند خیلی زیاد است و نامبر کنیم بیکاران زن اگر آتش نمی بود خام میماندیم ما باده نارسیده در جام میماندیم ما. مرزا تزاده استاد محض این بیت رو برای آن بودند که من اینجا مادرانش دادم خواهرای شیرین شدید. من یک از امکانیت خوشبختانه استفاده برده از نام تمام ژورنالیستان روزنامه یگانه تاجیکی ازبکستان آواز تاجیک تبریک و تهنیت نموده تمام کوشش‌های زندگی رو تمنا دارم. حاضر دوستان من در اینجا درباره کامیابی هایی که زنها در علم و فن و ورزش گفتن من میخوام که در ساحه ژورنالیست که در ساحه ادبیات گویم محبوبه ترسونова از دهه میرانکول یا که محبوبه نعمتزاده از دهه باغ میدان دلربا نسیمی دلفرز آبلاقولova من اینجا ملکه بختیار یک قلمکش امید بخش نشستن. این خیلی ژورنالیست ها خیلی خیلی بسیارن. من میخواستم که من این همش از چی گواهی میدید سیاست خردمندانه رئیس جمهوری ما که برای ما من اون کس نمیگه که تاجیک هستی تو ازبک هستی روس هستی ما برابر حقوق هستیم. ما همچون یک فرزند یک عائله در یک ازبکستان مستقل زندگی بسر میبردیم ما برای کل گفتن وطن خودمون خدمت شایسته کنیم. من ایده بهار آمد چون بهار این زن همین زن اگر بینیم اگر ما گل‌های بهار همین کوهسار بریم اوهلی بریم اگر همین گل برای شکفتگیشون میگیریم زنهای ما همیشه همین گل‌هاشون. از ولایت سمرقند بسیار صنعتکارا از زنها دخترها برآمدگی از آن جمله ارتیست خلقی ازبکستان نصیبه عبدالله و رایله اولماس و آزاده احمد و هلاله ستار و سنابر متمراد و زلفیه رشید و غیره ها اینها هم صنعت به من بعضی حالی اگر درباره زنها گپ زنیم میگم مدیسین نقض میدونیم هممون من باز یک بار از نام خودم از نام یار و دوستا همه شما رو مادران عزیز تبریک میکنم. ای پسر مادری خود را میازار بیش از هیچ کی را دوست مدار تو چی دانی که چی ها در دل او تو را تا به کجا دارد دوست. آه مادر جان مادر جان مادر آه مادر جان مادر جان مادر رحمت دائما سلامت باشتم. رحمت. من اسمم فاطمه ابراگیمова sambo bo'yicha 3 karra jahon chempioniman 5 karra Osiyo chempioni va 4 ta sport bo'yicha xalqaro sport ustasi va sport ustasiman. Sambo bo'yicha ham dzyudo bo'yicha ham kurash bo'yicha ham yaqinda O'zbekiston chempionatida erkin kurash bo'yicha ham O'zbekiston chempionatida sovrinli o'rin olib keldim. Endi xudo xohlasa mana shu 4-5 mart oylari o'zimizda O'zbekistonda Samarqandimizda sambo kurash bo'yicha O'zbekiston chempionati bo'lib o'tadi. Xudo xohlasa mana qizlarimiz hozir mana bu yerda o'tiribdi. Osiyo chempionlari, O'zbekiston chempionlari. Men barcha mana shu qizlarimizga, o'g'il qizlarimizga omad tilayman. Xudo xohlasa mana olimpiada mana ko'rdingiz, olimpiadada Samarqandimiz O'tkirjon olimpiada chempioni bo'lib keldi paralimpiyaskiy bo'yicha. Qizimiz mana o'rtada hozir aytib o'tirdilar. Diyora jahon chempioni bo'ldi dzyudo bo'yicha. Qizimiz jahon chempioni bo'ldi sambo bo'yicha. Mana Samarqandimizda shuncha jahon chempionlari, Osiyo chempionlari bor. Xudo xohlasa mana endi yana jahon va Osiyo chempionlari tayyorgarlik ko'ramiz. Xudo xohlasa mana O'zbekistonda nasib bo'lsa qizlarimiz yaxshi o'rinlarni olib kelsa,
albatta mana Osiyo va jahon chempionatlarida oltin medallarni olib kelib, yorug' yuz bilan O'zbekiston bayroqlarini yuqori ko'tarib kelamiz. Labingiz kulganda gullar, uyatsin qarashingiz ostida. Dunyo yaralsin iforga burkanib, ko'nglingiz to'lsin. Kirib kelayotgan 8-mart bayramingiz muborak bo'lsin. Mana shu yerda o'tirgan sportchilarimiz va barcha sportchilarimiz nomidan muborakbod etamiz. Bayramingiz muborak. Ayollarimiz, sizlarni 8-mart bilan tabriklayman. Men Karimova Sabohat respublika turnirlarda faxrli birinchi o'rin olganman. Mana yaqinda Osiyo chempionatiga tayyorgarlik ko'rmoqdaman. Butun O'zbekiston xalqini, ayollarini, qizlarini, mo'tabar onajonlarimizni kirib kelayotgan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin qalbimizdan butun O'zbekiston sportchilari nomidan muborakbod etamiz. Ilohim baxtimizga shu mo'tabar onajonlarimiz, mehribon onajonlarimiz sog' salomat bo'lishsin. زندگانی به خود خاص پستی و بلندی ها دارد. در جایی که عائله اتفاق است، زن شوهرش رو، شوهر زنش رو میفهمد، آن عائله مستحکم می شود. اگر عائله مستحکم باشد، جمعیت به پیش می رود. جمعیت که به پیش رفت، مملکت تنج، آباد، فراوان می شود و در همانجا گلگل شکوفانی و مملکتی در دنیا مشهور می شود. گویم سهو نخواهیم کرد و در خاتمه اعضایان حکم تحفه ها تیار کردن، بیاید آن همان تحفه ها را حاضر به عائله های نمونوی تقدیم کنند. Mahallamizga 3400 aholi yashaydi. Mana shu aholiga biz onalar bosh qosh bo'lib kelyapmiz. Tinch va totuv bo'lsin. O'zbekiston xalqiga tinchlik, omonlik, barkamollik tilayman. Hammalaringiz ustozlar sog' salomat bo'linglar. Ustoz bo'lmasa, ona bo'lmasa biz yo'limizni hech qachon topolmas edik. Ustozlar bor ekan, baraka topsinlar, sog' omon bo'lsinlar, boshlari omon bo'lsin, onajonlarimizni boshi omon bo'lsin. Har doim mana shu mahallaga, butun Samarqandimizni yoshlariga bosh qosh bo'lib, o'zlarini qo'lidan kelgancha nasihatlarini berib kelyaptilar. Boshlari omon bo'lsin. Sog' bo'linglar. من از همین فرصت مناسب استفاده برده همه شمایان را با ایدی بانوان 8 مارس از صمیم دل تبریک و مبارکباد می‌نمایم. می‌بینیم که در بالا درباره زنها بسیار سخن‌های پرمضمون و عبرت بخش گفته شد. ما هر چقدر درباره زنها مادران سخن رانیم خیلی کم است، زیرا در زندگی، در هر یک جبهه زندگی موقع زنها خیلی کلان است. هم در عائله و هم در جمعیت موقع آنها را اعتراف نمودن ارزنده است، زیرا در عائله نیز خدمت زنها در بوایه رسانیدن کودکان، اولاد سالم را در راه درست تربیت نمودن، این هم به خدمت زنها وابسته می باشد. همچنین می بینیم که در هر یک جبهه زندگی در جمعیت نیز زنها با کارهای شایسته خود برای رواج و رونق یافتن وطن عزیزمان حصه ارزنده خود را گذاشته ایستادند. من از همین فرصت استفاده برده همه شمایان را با این ایدی شایسته تبریک و مبارکباد نموده به شمایان صحت و سلامتی، عمر دراز و همیشه مثل گلهای بهاری زیبا و خوشبخت بودنتان را می خواهم. تماشابینان عزیز، بینندگان محترم، در همین جا برنامه نوبتی ایدانه ادبی موسیقی مدنی معرفی شام سمرقند با آخر میرسد. من همین گل‌هایی که در طبقه‌های زیبا شما دیده ایستاده در گلدان‌ها از خانموزه عارف گلخانی با راهبری مقیمکه آلیمویچ داده شد. مقیمکه همه زن بانوان ولایت سمرقند را تبریک و تهنیت نموده. انا همین گل‌هایی که حالا حاضر از گرمخانه خود تیار کرده آوردن مخصوص برای شما تحفه کردن از نام خاندان یکی
از شاعران معروف سمرقندی عارف گلخانی قبول کنید. در همین جا ما به همه شمایان خانه آبادی، سربلندی و تمام نیکی‌های عالم را تمنا می‌نماییم. میگیم که همیشه زن بانوان، مادران ما بر سر فرزندان، اهل عائله و جمعیت صحت و سلامت باشند، مثل گل شکوفان باشند. چی نیت و آرزوها دارند در دید همش جامعه عمل باشد. و همیشه سربلند، سرفراز، سعادتمند باشد. اقبال نیک همراهتان باشد. با ورزشگر دختران هم آمد کامیابی می‌طلبیم و البته امید داریم که مراهای بلند را شمایان همیشه ضبط میکنید. در همین جا میگیم خیر تا هفته های آمده، صحت و سلامت باشید. عیدتان مبارک بانوان عزیز. خاصیتی دکا کله برم زدی برگی گله برم زدی برگی گله برم زدی برگی گله کشتی هزار بلبله کشتی هزار بلبله خاصیتی دکا کله برم زدی برگی گله خاصیتی دکا کله برم زدی برگی گله تو رفتی دل خراب شد کباب شد کباب شد دکاکلی درازی تو بگردنم تناب شد دکاکلی درازی تو بگردنم تناب شد خاصیتی دکاکله برم زدی برگی گله خاصیتی دکاکله برم زدی برگی گله چه باغبانی گل شوم چه باغبانی گل شوم بیدی به من باغی گله بیدی به من باغی گله چی با ایتاب می روی چی با شیتاب می روی دلی من آب کرده و برای آب می روی دلی من آب کرده و برای آب می روی خاصیتی دکاکله برم زدی برگی گله خاصیتی دکاکله برم زدی برگی گله چه باغبانی گل شوم چه باغبانی گل شوم بیتی به من شاخی گله بیتی به من شاخی گله برفتی از قریبی من چی طالی نجیبی من امید دارم از خدا تو را کنه نصیبی من امید دارم از خدا تو را کنه نصیبی من خاصیتی دکاکله برم زدی برگی گله خاصیتی دکاکله برم زدی برگی گله چه باغبانی گل شوم چه باغبانی گل شوم بیتی به من باغی گله بیتی به من باغی گله خاصیتی دکاکله برم زدی برگی گله خاصیتی دکاکله برم زدی برگی گله